آخه دلبر من چه نازی داره، دلبر من چه بیقراره، دلبر من چه نازی داره، دلبر من چه بیقراره. تو شیرین منی، گفتی تو فرهادی مگر، گفتم اسیر تو میشم، گفتی تو زادی مگر، گفتم چرا دل نمیدی، گفتی تو دل داری مگر، گفتم خراب میشم، گفتی تو بادی من. آخه دلبر من چه نازی داره، دلبر من چه بیقراره، دلبر من چه نازی داره، دلبر من چه بیقراره. احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی که هر پنجشنبه و یک شنبه با من پارسا و نگین جون همراه هستید. بفرمایید. سلام و درود خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نگین و پارسا شو. بله. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ما دوباره رسیدیم خدمت خونه های شما. بله خیلی خوشحالیم که میتونیم از این طریق از شبکه‌ای که سالهاست در کنار شما هستن، خود آقای شبخیز، همکاران من که بیش از 40 خورده ای ساله که تو خونه های شما هستن و شما به ما انقدر لطف دارین و انقدر به ما محبت دارین، انقدر پیام‌های خوب، پیام‌های قشنگ به من، به نگین جون از طریق اینستاگرام یا حالا از طریق تلفنی که تماس میگیرید به ما میدید و این واقعا باعث موافقت ماست. ما خیلی خوشحالیم که شما رو داریم. واقعا یک قدردانی ویژه میخواستم از همکارای گلمون زهره جون و فریبا جون بکنم برای اینکه باعث میشن که برنامه ما خیلی با انرژی تر و حرفه‌ای تر پیش بره. زهره جون که پشت صحنه هستن مرتب بهمون انرژی میدن. عالی. و فریبا جون که دیگه کارگردان حرفه‌ای هستن و واقعا تاثیر داره وجودشون در بهتر شدن و قشنگ شدن برنامه ما. یعنی 50% قضیه عزیزان همکارمون هستن. 100%. نگین جون می‌بینی که این آخرین پنجشنبه سال 1403 که ما الان داخلش هستیم و سال یعنی پنجشنبه دیگه ما رفتیم داخل سال جدید، سال 1404 و امیدوارم که یک سال خیلی خوب، احساس می‌کنم سال خیلی خوب برای ایران. نمیدونم ان شاءالله که باشه. 1403 که فوق‌العاده بود، ان شاءالله که 1404 هم همینطور باشه، خیلی بهتر و بهتر برای همه شما عزیزان. البته زمان‌ها و سال‌ها، ساعات، سن، اینا همش عدده. من فکر میکنم که آدم در هر لحظه‌ای که داره زندگی میکنه باید قدر اون لحظه رو بدونه. اون لحظه‌ای که دارین شما دارین خانم آقا زندگی میکنید، در اون لحظه اگر که بهترین اتفاقی که باید براتون بیفته رو برای خودتون رقم نزنین، آقا اون موقع است که باید قصه بخورین. الان که قصه‌ای نداره. اگر سلامتین، اگر حالتون خوبه، به قول
یه ضرب مسئله هست کاشونیه، میگه که همینه که نفست میاد بالا و پای خدا رو شکر کن. همینه که نفستون میاد و میره خدا رو شکر کنین. بریم یه ویدیو ببینیم در مورد سفر در زمان. حالا که داریم راجع به سال و عدد صحبت میکنیم، این ویدیو رو ببینیم، برگردیم در مورد زمان میخوام صحبت بکنیم خانم آقایان با نگین جون، و اینکه اگر به شما فرصت زمان گذشته داده بشه چه کاری رو که نمی‌کنی یا چه کاری رو انجام میدین. اینم حالا میپرسیم دیگه. بریم ویدیو رو ببینیم برگردیم. تا به حال به این فکر کردید که اگر امکان سفر تو زمان رو داشتید به گذشته میرفتید یا آینده؟ ما از تاریخ مطمئنیم و میدونیم که قرار نیست با اتفاقی غیر منتظره روبرو شیم. میدونیم که اگر به گذشته سفر کنیم حوادثی رو تماشا میکنیم که در موردشون خوندیم، اما هیچ ضمانتی برای آینده وجود نداره. اینکه ممکنه با چه چیزی مواجه شیم سوالیه که هیچ کس نمیتونه با قطعیت بهش جواب بده. اما قبل از فکر کردن به این احتمالات بیاید یه سوال مهمتر رو جواب بدیم. برای سفر کردن تو زمان به چه چیزی نیاز داریم؟ به نظرت آیا سفر در زمان امکان پذیره؟ من فکر میکنم با این سرعتی که علم داره پیشرفت میکنه من فکر میکنم که امکان پذیر خواهد شد. درسته. بیا اینجا تایید زده جلوی میکروفون. چشم. ای قربونه. همه جلوی دور میگه میاد چشم میگه. آقا من میگم به شما. حالا بفرمایید این بعد. آقا فقط بده این بعد خب نمیرسه صدای شما. چشم. فقط جلوی دوربین میگم بیا مثلا میکروفون جلوی میکروفون چشم، جلوی دوربین چشم. نه واقعا نگین واقعا یک دختر واقعی و برازنده ایرانیه. من اینو دارم میگم. من واقعا دختر پارسیه و من واقعا به تمام زنان و دختران کشورم و پارسی زبان افتخار میکنم. قربونت بشم. مرسی. بفرمایید. دختران واقعا دختران عزیز. اصلا به خاطر همین آهنگ دخترانی رو میخونم تو این برنامه دوباره. چه شود. برای سفر در زمان که خب هنوز مشخص نیستش که بشه یا نشه، فرضیه هستش. ولی یه چیزی هستش که میگن که ممکنه که وقتی که بعد از مردنمون دوباره برگردیم توی این دنیا. و فکر میکنم که یا دژاوویی که راجبش صحبت میکنه. آره فکر میکنم که این قضیه امکان پذیر هستش و مثلا در بعضی اگه راجب علمی بخوام راجبش صحبت بکنیم، چیزی که علم ثابت کرده و رفته جلو، خیلی از موارد رو بهش رسیدن و اصلا ممکنم هستش که بهش رسیده باشن که چون یه چیزهای غیر عادی در جریان هست. مثلا خیلی ها معتقدن ایلان ماسک یا از یک سیاره دیگه یا از سفر در زمانی چیزی کرده. میدونید چی دارم بهتون میگم؟ یا آقایی هستش که میاد و جدیدن هم دوباره اومده، قبلا برای بیت کوین، اگر دوستانی که ارز دیجیتال رو دنبال میکنید، در مورد بیت کوین اومد گفت برید بیت کوین بخرین، ویدیوشو گذاشت و خیلی بهش خندیدن و خب الان یکی از بالاترین سهام بیت کوین رو داره. عرضم اینه که اگر تو بخوای مثلا یه سوالم الان حالا میام اینجا، اگر قدرت این رو داشتی که به زمان بری، به گذشته میرفتی به آینده؟ من در حالم میموندم، برای اینکه نه اگر میتونستی بری در حالم. حالا بابا اگه میتونستی بری این به زور باید بفرستیم میشد برگردم نرم پیر بشم بعدا آی بابا این آقا پس برو آینده. پس برو آینده، چون وقتی بری آینده کپسول هایی در آینده هست و داروهایی هست، سیستم پزشکی تغییر کرده و ممکنه تو بری در آینده. آخه میترسم بگم آینده بعد برم سنم بره بالا، بعد بگم من اون تایم رو استفاده نکردم. نه همین سن میرسی به آینده، مثلا میری 50 سال دیگه بعد برمیگردم. ای بابا مثال اصلا حالا که نمیری. درسته الان متوجه اگر بتونی بری من فکر کجا میری؟ میرم گذشته. میخوام پیدات کنم اونجا تو گذشته تو آینده بازم زنم بشی.
من میرم تو گذشته. برای اینکه حال هوای زندگی سنتی رو بیشتر دوست دارم. قبلانا. آره، برای اینکه مهر و محبت بیشتر بود. دوست ندارم خیلی به سمت تکنولوژی برم جلو. استرس کمتر بود، لذت بردن از قیمت دلار خیلی پایین‌تر بود، وضعیت مردم خیلی خوب بود. بله، من خیلی مردم واقعا یادمه چقدر مردم سفره‌ها انقدر رنگین بود، انقدر زندگی‌هاشون اوکی بود. عیدای نوروز تو خیابونا وقتی میرفتی همه جا مردم رنگین، اصلا امسال میگن قدرت خرید ندارن مردم. یعنی اینجاست که من یه جمله معروف دارم خودم میگم خاک بر سرتون با این مملکت داریتون. خب به هر حال شما کجا میرفتی؟ گذشته میرفتی یا آینده؟ من اگر میرفتم حقیقت اگر میذاشتن قدرت داشتم میرفتم به گذشته و یه قدرتی پیدا میکردم که همون زمان شاه میموند. اینو واقعی میگم. ولی مثل اون آقایی که بهش گفتن که مثلا داشتن صحبت میکردن اینها، داشتن که آقا مثلا به نظر شما واقعی بود، مصاحبه داشت میکرد، به نظر شما مثلا قرار باشه دنیا عوض بشه، مثلا همه چیز اوکی بشه، چطوری میشه؟ گفت والله همه چیز عوض میشه، همه خوب میشه، آدما مهربان میشن، نان ارزان میشه، دلار ارزان میشه، خوب میشه مثل زمان شاه. الان شما حساب بکنین ما در حال داریم زندگی میکنیم. به لحظه دوستان عزیز ترکی صحبت کردیم. من خودم که چون میدونستم که ارتباط برقرار میکنی بله. البته آقا شهرام پدر خانم عزیزم خیلی خوشگل تعریف میکنین لهجه‌های خوشگل قشنگ رو و بعضی وقتی که تعریف میکنه منم براش چی میگم که مثلا میخوام خیلی دیگه یه پدر خانم همه دیگه وقتی که خیلی دیگه میخوام دیگه بگم خیلی چاکریم، خیلی مخلصیم، میگم های پنجره داشگلی رای بری باق آنچه گذار دیلری های بری باق های بری باق یا شاهسن آذربایجان. و اینکه عاشق تک تکتونیم در هر جای جهان که هستیم، در هر جای جهان که هستیم، با هر گویش و لهجه و زبانی که هستیم. چون خود من هم یه لهجه‌ای دارم، بعضی وقتا که میشینم تکرار برنامه رو میبینم اینم لهجه دارم، هم لهجه‌ام کاشونی آذرونیه، چون ما اصالتمون برمیاد به روستا. همیشه گفتم با افتخار اصالتا دهاتیم، عشق میکنیم با این قضیه. همه لهجه‌های اکثر لهجه‌ها بلدم، چون زبان راجی بلدم. بله. مثلا من خود شما انگارون راجی انگارون، شما جی نزونده چی عجون. شما به زبان کشورهای همسایه هم مسلط هستی؟ بله من به سلام علیک به زبان دوستان اتفاقا امروز که داشتیم راجع به همین زبان ها صحبت کردیم، امروز می‌خواستیم که یک آهنگ افغانی هم به صورت زنده یه مقدارش رو برای عزیزان افغانمون و پارسی زبانمون بخونیم و یه آهنگ تاجیکی رو انتخاب کردیم. حالا پیشا عیدو میشه به همه به زبان افغان تبریک بگی. نوروز مبارک باشه به همه شما عزیزان و اینکه یا مثلا به ترکی هم بارام مبارک بسونا. بله. شما بلدی به زبان خودتون چی میشه؟ به زبان افغان. من مثلا میخوام با صحبت حالا لهجه که شما عزیزان با دوستان افغان خب زیاد دارم دیگه، مثلا با هم صحبت میکنیم میگم سلام علیکم بخیر هستی جونکت جور است، مثلا شما ان شاءالله که بخیر باشید هر جا که هستید. حالا این آهنگ افغانی رو برای دوستان اجرا میکنم. این آهنگ هستش مال فرهاد دریا اگر اشتباه نکنم، خیلی خوشگله. اما از بحث خانم‌های ایرانی خارج نشیم. قرار بود هر هفته راجع به یک عزیز ایرانی صحبت بکنیم که در جهان نام ایرانی رو همیشه برافراشتن. میخوام در مورد خانم مریم میرزاخانی صحبت بکنیم. کسی که روح ریاضی رو شکفت. یعنی میتونم به جرئت بهتون بگم که خانم واقعا اصلا گذشته از مدال‌های جهانی، گذشته از تمام مقام‌ها و افتخاراتی که این خانم کسب کرد، چه زن نمونه‌ای بودن ایشون. اینها رو ما باید مثال بزنیم برای زن ایرانی بودن. اینها الگوهای بچه‌های ما باید باشن. ببینید خانم آقایان، در جهان کنونی، در دنیای کنونی، اینو بذارید خدمتتون بگم، شما نمیتونید به هنرمند، تلویزیون، فیلم و سینما گیر بدیم. چرا؟ چون همه جا هست. اگر تصویری میبینید که ناخوشاینده، شخصی رو میبینید که شما دوست نمیدارید،
کلامی آهنگی رو میشنوید که دوست نمیدارین، ما تنها کاری که میتونیم بکنیم باید بچه‌هامون رو الگوهایی رو پیدا بکنیم براشون، بهشون نشون بدیم اینام هستن. نمیتونیم، ما هیچ وقت نمیتونیم در دنیا بد و خوب رو جدا بکنیم. برای همین به نظر من الگوها رو پیدا بکنیم. خانم مریم میرزاخانی روحشون شاد، عملکرد خیلی خوبی در درس ریاضی سال ششم نداشت. حتی معلمش فکر میکرد که مریم در ریاضیات استعداد خاصی نداره. همین موضوع باعث شد که اعتماد به نفسش تضعیف بشه. در واقع ریاضی تنها درسی بود که مریم نتونست در اون بین دانش آموزان برتر قرار بگیره. در پایان سال تحصیلی نمره مریم در امتحان ریاضی از 20 نمره 16 شد و با اینکه امتحان سختی محسوب میشد، اونقدر از نمرش ناامید شد که قبل از گذاشتن برگه توی کیفش اونو پاره کرد و گفت دیگه نمیخوام سعی کنم توی ریاضی بهتر باشم و حتما باید همین نمره رو میگرفتم. ولی این موضوع خیلی طول نکشید و مریم سخت کوشتر از این بود که بخواد در برابر مشکلات کوتاه بیاد و ناامید بشه و بعد از تعطیلات تابستونی دوباره با اعتماد به نفس برگشت و شروع خیلی خوبی هم داشت و با همراهی دوست خوبی مثل رویا کم کم ریاضی به علاقه مشترک بین رویا و مریم تبدیل شد. مریم میرزاخانی و رویا بهشتی از کلاس ششم تا پایان دبیرستان در کنار همدیگه بودن. با گذشت زمان جذابیت ریاضیات به قدری برای این دوتا دوست زیاد شد که یه بار کپی سوالات المپیاد همون سالو پیدا کردن تا خودشونو بسنجن و در نتیجه تونستن به سرعت 3 سوال از 6 سوال آزمون رو حل کنن. وقتی مریم تونست به سوالات پاسخ درست بده خیلی هیجان زده و دلگرم شد و این موضوع باعث شد تا همراه دوستش سراغ مدیر مدرسه برن و ازش بخوان که مثل کلاس‌های حل مسئله کاغذ به شما کمک میکنه تا بهتر با مسائل 13 آگوست سال 2014 در سئول مریم میرزاخانی مدال فیلدز رو به خاطر مشارکت برجسته‌اش در دینامیک، هندسه سطوح ریمان و فضاهای مدول آنها و حل مسئله رتنر دریافت کرد. اون اولین زن در تاریخ بود که جایزه فیلدز رو به دست آورد. مریم قبل از دریافت این مدال میدونست که مبتلا به سرطان سینه است. اما بدون خستگی و ناامیدی کارش روی ریاضیات ادامه داد و نه تنها منجر به نتایج بسیار مهمی شد، بلکه ابزارهایی رو در طول مسیر توسعه داد که هنوز هم توسط محققان مورد استفاده قرار میگیره. در نهایت سرطان به کبد و استخوان‌های مریم هم سرایت کرد و این ریاضیدان افسانه‌ای در 14 جولای سال 2017 پس از مبارزه با سرطان در سن 40 سالگی درگذشت. این غم به خصوص برای نسلی که مریم میرزاخانی رو به عنوان الگوی رفتاری خودشون قرار داده بودن خیلی سخت بود. زمانی که اون از دنیا رفت، اینگرید دابچیز، استاد ریاضیات در دانشگاه دوک گفت: صندوق پستی من پر از پیام‌های زنانی است که از رفتن مریم اندوهگینند. زنان ریاضیدان در سراسر جهان به یکدیگر پیام میفرستن و سعی میکنن که همدیگر رو به خاطر غم رفتن زود هنگام این ریاضیدان که الگویی فوق‌العاده بود دلداری بدن. مریم در اوج بیماری به شوهرش یان وندراک گفت: خب زندگی منصفانه نیست. وقتی تو خانواده دوست داشتنی همراه با هوشی سرشار و افراد خوب در اطرافم به دنیا اومدم شکایت نکردم. خیلی از مردم دنیا این چیزا رو ندارن. حالا الان چرا باید شکایت کنم؟ میرزاخانی به جای شکایت از عوامل غیر قابل کنترل واقعا معتقد بود که باید روی چیزهایی تمرکز کنه که قابلیت کنترل دارن. این باور را شاید بتونیم تو حرفهایی که به وندراک گفته بهتر بفهمیم. مریم به همسرش اینطور میگه که خیلی زیاد برای من گریه نکن. مشکلات زیادی در دنیا وجود داره، به خصوص الان. برای کسانی گریه کن که نزدیک تو هستن و واقعا میتونی به اونا کمک کنی. اگرچه مریم میرزاخانی از بین ما رفته، اما جدا از تأثیرش بر دنیای علم، اون به همه ما نشون داد که چگونه تمام راهها برای علاقه‌مندی‌های ما باز است و بیشتر از آن که به قهرمان شدن فکر کنیم، باید زمان و انرژی زیادی برای آن صرف کنیم. روحشون شاد، روح تمام عزیزانی که بین ما نیستن شاد. پنجشنبه آخر سالم هست. پنجشنبه آخر سالم هست. مادر عزیزم روحش شد و همه عزیزانی که بین ما نیستن. بریم یه دونه آهنگ بخونیم براتون. شما همونطور که گفتم دیگه که داریم در مورد خانم‌ها و بانوان ایرانی صحبت کردیم، شادی این ترانه رو میفرستم واسه اول خانم مریم میرزاخانی و بعد مادرم و همه مادرایی که آسمونی شدن و سر تعظیم فرود میارم جلوی تمام بانوان ایرانی. بزن به افتخار تمام خانمان ایرانی آهنگ دختر ایرانی، شعر آهنگ خودم و تنظیم محمد شایان. برو بریم. مرسی.
من که میمیرم برات، هر کاری میکنم برات، قربون اون قد و بالات، رنگ موهات، رنگ چشات، دلمو دادم بهت باش تو بدتا نکنی، بعد چند وقت عشقم یه وقت تو هاشا نکنی. من توی عالم آدم تو رو فریاد میزنم، منو تو این حال سرمستی تو رسوا نکنی، با ما بدتا نکنی، ما رو مجنون نکنی، دلو دادمش به دست اونو داغون نکنی. تو مثل بارون همیشه خواستنی میمونی، تو برای من همیشه دردونه میمونی، توی زیبایی و مهربونی تو تکمیلی، نداریم نیست مثل ای دختر ایرونی. با ما بدتا نکنی، ما رو مجنون نکنی، دلو دادمش به دستت اونو داغون نکنی. من توی عالم آدم تو رو فریاد میزنم، منو تو این حال سرمستی تو رسوا نکنی، با ما بدتا نکنی، ما رو مجنون نکنی، دلو دادمش به دست اونو داغون نکنی. تو مثل بارون همیشه خواستنی میمونی، تو برای من همیشه دردونه میمونی، توی زیبایی و مهربونی تو تکمیلی، نداریم نیست مثل ای دختر ایرونی. بارون همیشه خواستنی میمونی، تو برای من همیشه دردونه میمونی، توی زیبایی و مهربونی تو تکمیلی، نداریم نیست مثل ای دختر ایرونی. خب متشکریم، ممنون. حالا یه آهنگ در آینده برای دختر شرقی هم بخون. دختر شرقی ایده قشنگیه. دختر شرقی که میشه واسه کل شرق. بله. البته ببین یه آهنگی رو حالا امروز اجرا خواهیم کرد، برای اجرا میذاریم تیکشو اجرا کردم که خودت هم دیدی، یه جورایی کار سبک تنظیم کار اینترنشناله که همون جوری شرقیه. حالا حتما اجرا میکنم که روش رقصای مراکشی هم هست براتون میذارم. یعنی امروز قراره آهنگو اجرا کنم که ترانه و ملودی خودم آهنگسازیش و تنظیم محمد شایان. ما هر هفته تو برنامه‌مون برای شما آهنگ جدید آوردیم دیگه جدیدن دوتا شده چون این آهنگ عیدی این آهنگی که امروز قراره بینندگان بشنون فکر می‌کنم تو تنها خواننده هستی که همین امروز تنظیم شد و هنوز استودیو نرفتی. آره من اینو با تلفن خوندم خانم آقا، بهتون بگم وکالشو با تلفن خوندم تو کمد، چون نرسیدم برم استودیو، روم نمیشه بگم قاسم تو کمد. آقا باورتون نمیشه خانم آقا، ما اینجوری کارا رو میسازیم که شما میشنوین، چون کار موسیقی و کار هنر، حالا نویسندگی شعر، حالا هر چیزی، اون لحظه احساس شماست که باید نمایان بشه دیگه، که بتونین بنویسین یا آهنگسازی بکنیم. محمد شایان عزیز خب خانمم هست تو خونه میبینه دیگه، ما داریم با واتساپ با هم کارا رو انجام میدیم. محمد تو استودیو تمرین میزنه، حالا یا من میرم استودیو اینجامون. تو کمد رفتم گفتم این آهنگ حیفه، من خودم هر هفته آهنگ بیارم. گفتم فرستم آهنگو داداش متوجه، گفتم آره مردم دیگه میدونن آقا ما زنده میخونیم، حالا اگرم که ما کسری داشته باشه مردم میدونن، ولی خواستم ببینید آخر سال خواستم اینو آهنگرم ببینین، رقص مراکشی اینها داره، ولی الان اجرا نمی‌کنیم، یه چند تا دیگه ویدیو ببینیم و حتما ما بین برنامه اجرا می‌کنیم. تو بعد برامو بخونی بعد از این ویدیویی که برای شما اجرا بکنیم. یه ویدیو می‌خوام بهتون نشون بدم خانم آقایان، اگر شما همین شما بله می‌خوام بهت بگم که ببین پولدارهای جهان
خیلی از کم نیستن، اما 5 تاشون نفری 55 میلیون دلار پول دادن خانم آقایان، رفتن برای اولین بار با فضاپیما رفتن وارد ایستگاه فضایی شدن. ویدیوشو میتونید پلی کنید، ویدیوشو شما مشاهده کنید دیگه خانم آقایان. این ورود گردشگر میلیونر به ایستگاه فضایی بین المللی. ببین اینا رفتن 5 نفرن و همونطور که میبینین نفری 55 میلیون دلار اولین میلیونر اومد تو. سلام علیکم، خیلی خوش آمدی، بفرما برو اونجا کباب سفیرم هست، امشبم پنجشنبه ما اونجا هستیم، شب ستارگان. بعدی میلیونر بعدی خانم آقا 55 میلیون دلار هر کدوم از اینا پول دادن اومدن سوارین، فقط همین از اینجا اومدن رفتن فضا رو ببینن. من حالا برمیگردیم بعد از اینکه ویدیو رو دیدیم بهتون میگم که چرا باید 55 میلیون دلار پول رو رفتن دادن. به نظر تو باشی این کارو میکنی؟ من میرم سفیر، کباب سفیر رو همینجا میخورم. سفیر چه میگم تو بری نصف ونتورا بولوارد رو بخری با 55 میلیون دلار؟ چرا نه میگم اون پولو نمیدم، به جاش میرم کباب سفیر رو که شما عشقم اراده کن. من میگم کباب سفیر داداش، ولی امشب یادتون نره شب ستارگان پنجشنبه ما در سفیر هستیم. من هستم، امیر اسدی عزیز هست، پدرام عزیز هست، خانم سهیله گلزار عزیز که مجری این برنامه هستن. نگین جونم یه افتخار بدم بیان. نگین بعد برنامه میدوه میره خونه مامانش. منم دنبالش میدوام میرم. دیگه باید بریم مادر خانم ببینید تاییدیه رو بگیریم. مادر خانم که خیلی برنامه خوب بود، اینم یه چای خوشمزه بود دیگه. مادر خانم هوای ما رو داره خانم، تا پل مپل شدم از وقتی که میرم خونه مادر خانمم. یه ویدیو که شما مشاهده کردید، من میگم اینها 55 میلیون دلار پول دادن. میدونید چرا خانم آقایان؟ چون این آدم داره تجربه‌ای رو به دست میاره که 5 نفر در جهان تو 7 میلیارد و 8 میلیارد آدم به دست آوردن. آقا داشته باشه آدم چرا نکنه؟ من یکی از لذت بخشترین کارهای جهان احساس میکنم، حالا ما که عددی نیستیم، اما اینه که بتونید اگر گذشته از حالا به این که عزیزانی که بیمار هستن، اینها عزیزانی که در ایران گرفتار بدهی ان و زندانن، عزیزانی که خانواده دارن، ما تو اونجا که بتونیم کمک میکنیم، کسایی هستن که دوستان اونم کمک میکنن، ولی میگم بهترین کار اینه، جزو کارهایی که میتونن بکنن، اینم جزو کارهایی که دارن میکنن دیگه. خب سرگرمی و هابیشون هستش دیگه. حالا یه ویدیو دیگه میخوام در همین راسته به شما نشون بدم که دیگه میدونید ما تو برنامه خانم آقایان دیگه بحث تکنولوژی اینها رو هم داریم. ما کروز داریم خانم آقایان، اما کروز ما 30 می داره میره تا 2 جون 100% در آگهی ها دیدیم و خیلی هم خوشبختانه استقبال شده. خیلی ممنونیم از تک تکتون، دستتون میبوسیم. شما نمیخواید به کروزمون چیز بگی؟ هفته پیش بگم به کروزمون چیز بگو ولش کن، تولد آقای شاهین رو تبریک داریم، تولدارم تبریک میگی. خب برای اینکه خدا رو شکر آگهی که چندین بار در روز میره و استقبالم انقدر خوب هستش، خدا رو شکر میکنیم. دوستان که میخوان ملحق بشن به ما بالاخره در جریان هستن، ولی خب چون تاریخش تابستون هستش ممکنه ما سولد اوت بشیم و عزیزانی که 100% تمایل دارن که شرکت کنن بهتره که زودتر جای خودشون رو رزرو کنن. بعد بازار داغی هم نمی‌کنیم، نزدیک سولدات هستیم، بازار داغی هم نمی‌کنیم. به لطف اول خود آقای شبخیز که خیلی من محبت داشتن، من نگین جون ممنونیم ازتون. مانی جون دوستای مانی جون تبلیغاتی که ما فقط با شبکه داشتیم تبلیغات رو، و واقعا ممنونیم و واقعا ممنونیم از تک تک شما بینندگان عزیز که ما رو ساپورت کردین. حالا اون کروز رو راجبش حرف زدیم، حالا تلفنم که زیر تصویر هست میتونید تماس بگیرین. الان ما میخوایم کروز بعدی در آینده رو بهتون نشون بدیم خانم آقایان، که ما قراره شما رو با کروز ببریم هوا. نگاه کنین تو رو خدا، این کروز قراره در آینده ساخته بشه خانم آقایان، همونطور که در تصویر قراره ببینین. یک ممنون اول از دویچی وله عزیز که ما این ویدیو رو ازشون استفاده کردیم، همکاران عزیزمون. ولی این یک کانسپت خانم ها آقایان، یعنی قراره که این قایق پرنده که با گاز هلیوم فشرده و چند تا توربین و اینها به هوا میره و 48 ساعت با توسط باتری‌های خورشیدی در آسمان هست، بعدم رو دریا فرود میاد و دیگه قراره دیگه اینجا برنامه بذاریم براتون. یهو مثلا بگید پارسا یا آهنگ بزن بریم هوا، یا آهنگ میزنم همه با هم میریم بالا. البته هوا نه از اون هوا اینجوری بریم بالا، بریم سفینه چیز ایستگاه فضایی. با این که نمیشه تو همه رو به کشتن میدی آقا، ندارید یا نگیم ایده بده اونجا بگه سفینه فضایی اینا به زمین رو بکشن. من این تا یه حدی میره 60 گره سرعتش 48 ساعتمون بالا میمونه، بدکی نیست. آینده ببین داریم به کجا میریم خانم آقایان. من دارم در هفته به شما آینده رو نشون میدم که امیدوار باشید به زندگی، امیدوار باشید که جهان داره به سمتی میره که جنگ نیست،
صلح هست، زیبایی های جهان بین آدم ها تقسیم میشه و همه میتونن به همه جای دنیا برن. آی خدا چقدر خوب میشه. مرسی از دویچه وله عزیز. البته من نمیدونم درست دارم میگم اسمشونو، ببخشید. دویچه وله عزیز 3 بارم اگر بگم اشتباه میکنم، ولی اینو دیدی کلا تکنولوژی خیلی داره به سمت جلو میره. من میخواستم که نگین عزیز آهنگ تاج سر رو برامون اجرا بکنه. خانم آقایان همونطور که میدونید ما در یه سورپرایز هم برای بینندگان عزیز داریم. برای برنامه نوروزیمون چند تا خواننده داره به خواننده‌مون اضافه میشه. خواننده‌های هوش مصنوعیمون ای آیمون. خانم آقایان باور نمی‌کنید که قرار برنامه نوروزیمون چقدر خفن باشه. به به، از الان حدس بزنید که چه عزیزانی قراره که به حتما سورپرایز میشید. حتما چند تا همکاران ما هستن بی‌نظیر. منتظر باشید خانم آقایان، سورپرایز دیگه. چه برنامه‌های نوروزی داریم برای شما. دستگرمی اولین هوش مصنوعی، خواننده هوش مصنوعی خانم نگین عزیز رو، نگین امپی رو معرفی کردیم. ببینید خانم ما چقدر کارشون گرفته که قراره برای عید 4 تا خواننده دیگه اضافه بشن. 3 تا خانم یه آقا. چه شود؟ به به. بریم آهنگ تاج سر. اینم تنظیم اومده شاهین چرا آهنگ خودم. البته با آهنگ صدای خودم منتشر شده ولی نگین جان هم خوندن. افتخار نگین. یه لحظه این نبود. صدا مردونه شد این نبود خانم آقا. این من ته دلم مانده بود بگم که من که میمیرم همه کاری میکنم برات که چی باورش بشه. تاج سر بله. آره همین. ببینم همینه خانم آقایان. تقدیم میکنیم نگین امپی آهنگ تاج سر. این شما و این نگین امپی. برو بریم. بریم بچه ها بریم. بگو چی شد چه جوری شد تو شدی جونم، توی بدترین شرایط با تو میزونم، از همه عالم آدم کردم من دل، آخه خودت تو تنهایی عالمی جونم، من از تو میخونم ای عشق دیرینم، ها دنیا از پای تو میمونم، دل خوشیم شدی عزیزم خستگی هم در، با تو دوباره جون گرفتم زندگی هستم، تاج سری دل ای از همه سر، با تو شدی خوبه ای بهتر از بهتر، هرچی شد هرچی هست آتینه، نیست نداریم مثل این جو خوشی، تو لبندی میخندی دل میره، اونقدر خوبی چشم و دل سیره. بگو چی شد چه دوری شد تو شدی جونم، توی بدترین شرایط با تو میزونم، از همه عالم آدم کردم من دل، آخه خودت تو تنهایی عالمی جونم، من از تو میخونم ای عشق دیرینم، ها دنیا از پای تو میمونم، دل خوشیم شدی عزیزم خستگی هم در، با تو دوباره جون گرفتم زندگی هستم، تاج سری دل ای از همه سر، با تو شدی خوبه ای بهتر از بهتر، هرچی شد هرچی هست آتینه، نیست نداریم مثل این جو خوشی، تو لبندی میخندی
منو بچرخون. میگم زهره خانم میگه آره زهره خانم مگه اومده نزدیک عید حالا یه ذره حالا نزدیک عید است من شما رو بچرخونم پاپا مسافرت میبرم دیگه یا چرخ باشه یا مسافر. حالا زهره خانم هم میگه آره من میگم این دو تا با هم چی دارن میگن میگه اجازه چیو بچرخونم خدا یا بگم دوربینو میگه بگو بچرخونم ما رو بگو کجای کاریم. این دو تا دارن با هم دیگه گاوبندی کردن میگه بچرخونم این میگه بچرخونه بگو بچرخونه قشنگ عید است پس بچرخونه عیدت مبارک. مرسی زهره جون مرسی زهره خانم عزیز مرسی. با لهجه زیبای اصفهانی هم که بلدی صحبت کنی آفرین. شوهر دارم من مخلص همه مردم ایران تی بلا به سر تی فدا بشم من به قول کاشونیا خاک پادونم. من خیلی دوستم لذت میبرم با لهجه‌های مختلف که صحبت میکنه عشق میکنم دیگه. ببینید من میگم ما دیگه سلطان لهجه ایم خودمون دیگه. بعضی وقتا به لهجه غلیظ فارسی راجی آزور نفسم میخنده میگم چی میکنی چرا اینقدر اذیت میکنی میخنده به من نه که بخنده اونجوری دوست داره. خانم آقایان قرار بود برای شما اون آهنگر رو پخش کنم که خدمتتون گفته بودم ولی قبلش میخوام یه درختی همین رو نشون بدین. یک درخت میخوام بده. این به نظرت چیه؟ اینو نشون بده اول بگه چیه؟ این نگی اینجا به نظر این چیه؟ پارکه. این چیه؟ این چیه زهره خانم به نظرتون؟ بله. بالای پارکه. خب بالای پارک به نظرتون؟ خب زهره خانم میگم زهره خانم فریبا خانم ببینید برین داخل ویدیو. خانم آقایان همه اشتباه گفتین. این یه درخته. بزرگترین درخت جهان. واو. این یک درخت بادام زمینیه که در هم تنیده شده در برزیل که اصلا خب یک جاذبه گردشگری داره. همش یه درخت خانم آقایان. یادتون باشه این فکر نکنید بله این یه درخته یعنی یک ریشه است. شما فکر نکنید که اینها یه پارکه یا یک جنگله. چه ریشه محکمی داره که انقدر پرورش ببین اصلا جایگاه بعد بادام زمینیاشو میفروشن اینها. بادام هندی بود. هندی مثلا میخوام اشتباه گفتم. من مزرعت خواهی کرده اشتباه گفتم نه برای این که گفتم بادام زمینی. من بادام هندی رو میخواستم بگم و دیگه اینجا دیگه همون درخت رو نگاه کنید چه خبره دیگه. قدرت خدا رو ببینین. خدایا شکرت خدایا عاشقتیم اینقدر قشنگی مرسی. خب بریم خدمتتون عرض شود که آهنگ که خدمتتون گفته بودم حالا که درختشو دیدیم یه مقدارم بریم تو اون سبکا و اینها. البته هندی نیست آهنگه اما اسمش هست بالا بالا یه جورایی ساختیم اینترنشنال. حالا ببینیم چه جوریه دیگه. گفتیم با هم دوره هم هستیم دیگه. بفرما. تو حالا دوتایی میسازیم یا ما حالا عشقم با تو جانا دوتایی میگیریم حدمون رو ما از دنیا. تو حالا دوتایی میسازیم یا ما حالا عشقم با تو جانا دوتایی میگیریم حدمون رو ما از دنیا.
میسازیم رویامونو ما. حالا 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 عشقم با تو جانا، دوتایی میگیریم حقمونو ما از دنیا. تو حالا دوتایی میسازیم رویامونو ما. حالا 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 عشقم با تو جانا، دوتایی میگیریم حقمونو ما از دنیا. مرسی از محمد شایان واسه تنظیمش. هنوز این هنوز تنظیم اصلی نیست. از دکتر مجید عزیز که هم برای این ویولون زده، هم قراره در آهنگ و هم در آهنگ تاج سر ویولون زده. دکتر مجید در تمام آهنگ من ویولون زده. دکتر مجید شایان داداش محمد جان. آفرین به شما با استعدادت که توی کمد لباس. خب آقا این کمد، من این آهنگ رو در کمد خوندم فرستادم. شما برم استودیو بخونم حتما منتشرش میکنم، چون کار خوبیه. فکر میکنم دوست داشتید. احساستون رو گرفتم از پشت دوربین ها. قشنگ احساستون رو گرفتم. دوست داشتید. خدا رو شکر. به افتخار مردم ایران دست میزنید. و همچنین همه پارسی زبان‌های عزیزمون که ما رو می‌بینن. قرار بود ویدیو می‌خوام بهتون نشون بدم در مورد عربستان. داره یک شهری رو میسازه، شهر به صورت نواری هم هست. یعنی این شهر خیلی شهر عجیبیه. حالا در ویدیو همونطور که مشاهده می‌کنین این شهر رو عربستان داره میسازه که کلن هم سازه هاش و کل این شهر خب خیلی در موردش شنیدم. 106 مایل، یعنی 170 کیلومتر به این صورته بود، کنار دریا و یه جورایی با محیط زیست سازگار هست تمام این شهر. من فقط میتونم بگم ببین حالا اینها ولی خب تا اینجا هر کانسپتی که دادن انجام شده. یعنی آخرین کانسپتشون هم همین برنامه بود که دیدین دیگه، جنیفر لوپز اومدن در اون برنامه با اون بزرگی و خواننده‌های بزرگ جهان در کعبه در میادگاه مسلمین جهان کنسرت گذاشتن و این نشون میده که دین همیشه با پیشرفت مخالف نبوده. افراد بودن که در این قضایا می اومدن و باعث می شدن که عقب موندگی به وجود بیاد. وگرنه الان عربستان کشور دینداریه دیگه. بله. باید دید. خب ما چقدر یه وقتی فریبای عزیز؟ بسیار عالی. پارسا جون از برنامه‌های نوروز میگی برای دوستان که کجا قراره بریم؟ بله، من این رو هم خدمت دوستان بگم، چون ما هفته دیگه جمعه در سن خوزه هستیم، در پالو آلتو هستیم اگر اشتباه نکنم، در تالار فز و بعدش هم که ما در ونکوور هستیم. فرداش هم میریم ونکوور با دوستان شبکه آیتین و مهمان‌هایی که از اینجا داریم میریم به سمت ونکوور. اونجا هستیم و کلی قرار خوش بگذره و میره دیگه تو کروزمون و برنامه دیگه. حالا اگر داشته باشیم در برنامه دیگه هم در آینده خیلی داریم و حتما در موردش صحبت میکنیم. این هم که میتونید تماس بگیرید دوستان اگر میخوان برای تور 4 روزه‌ای که میرن ونکوور. دوستان من و نگین هم فکر می‌کنم آقای شبخیز گفتن سولد اوت شده، ولی عزیزان اگر درخواست داشته باشن که همراه باشن براشون چک میکنن اگر اویلیبل باشه میتونن تشریف بیارن. خب میخواستم اینو بگم که ما کلا این هفته که این پنجشنبه برنامه آخرین برنامه ما هست و هفته دیگه هم که خب کلا برنامه نوروزی و اینها هستش. کلا ممنونیم که ما رو تو این چند وقت شما همیشه ساپورت کردید این شبکه رو، همه بچه‌ها رو. مرسی که اینقدر لطف ما هم واقعا ممنونیم. من داشتین، به پارسا داشتین، اینکه ما میبینیمتون بیرون که میریم فروشگاه و
میاین جلو سلام علیک میکنیم، باعث خوشحالی ماست که اینقدر احساس صمیمیت میکنیم و خود من واقعا لذت میبرم. یه جورایی هم میگم پارسا لباسم خوب نیست و اینا، ولی اینقدر دوست داشتنی و خودمونی هستیم، مثل فامیلیمون هستیم. واقعا عین اعضای خانواده ما هستید. ما هم همینطور افتخار میکنیم به این موضوع و ممنونیم که ما رو همیشه ساپورت کردید و همراه ما بودید. ما از شما کم کم خداحافظی میکنیم و بله این تشکر ویژه‌ام از آقای شبخیز باید بکنیم که هر چیزی که امروز داریم همه رو مدیون آقای شبخیز هست. اما قبل از خداحافظی کردنمون میخوایم برنامه رو اینجوری بدیم، چون به عزیزان افغانمون قول داده بودیم، گفتیم یک تیکه از برنامه رو براشون اجرا بکنیم. شماره 9 فریبای عزیز و براشون اجرا میکنیم. امیدوارم که آماده سال جدید با اتفاقات خیلی خوب و قشنگ باشید. بله فریبا جان، این شماره 10 شماره 9 بذارید، من یه تیکه از این ترانه رو براتون بخونم، خودم براتون اجرا کنم و بعد بریم آهنگ تاجیکی هست به اسمش چیه؟ نگین چی؟ انار. نگین انار. این رو نگین خودش انتخاب کرده، اسم نگین روش داره، نگین. او باریکلا. حالا حتما اینو بعد از آهنگی که من برای شما عزیزان بخونم پخش کنم. این آهنگ تاجیکیه، درسته؟ جان درسته، همونه درسته، فیلمه. آره این آهنگ تاجیکیه. نه خب میخوای هم آهنگ تاجیکی رو بزنید دفعه بعد. اینو الان یه تیکهشو برای دوستان اجرا بکنیم چون قول دادیم، صدا به ما بدیم و بعد هم آهنگ تاجیکی با آهنگ تاجیکی تموم میکنیم. بعد این خیلی قشنگه. الان میخوام لایو بخونم براتون. خوشم میاد تن و تن. دوباره. خب دوستان یه بار دیگه میگیریم. اوکی یه بار دیگه دوباره میگیریم. تصویرش بزرگتر میشه، پریویو. تقدیم تمام پارسی زبان ها و مردم از افغان. گردش چشم سیاهی تو خوشم میآید، گردش چشم سیاهی تو خوشم میآید، تن و تن پوش سیاهی تو خوشم میآید، خوشم میآید، همچو مهتاب که بر ابر حریری تابد، تن و تن پوش سیاهی تو خوشم میآید، خوشم میآید. تقدیم همه شما عزیزان. بریم این آهنگ تاجیکی رو ببینیم و ما از حضور شما مرخص میشیم، ولی شما رو میخوایم با این آهنگ رنگین به اسم نگین انار که نگین خودش انتخاب کرده این آهنگ. یار و نگهدارتون باشه و هفته خیلی خوبی داشته باشید. عزیز ما این ممنونیم. اراده است. کدوم شور است جان، کدوم شور است که به دروازه باشده، کدوم یار است که به یار زنده باشده، کدوم یار است. آی نگین دست جان، نگین دست خود را میده کردم، ما این سال عاشقی را تو